چطورید بچه ها؟ عشقا خفنا سر98 تا داداشام حالتون چطوره بچه همونجا از تام نیل ویدیو فهمیدید درسته یک اتبالی به خاک ایران فوش داده. ما هم رفتیم آقا انتقاممون ازشون گرفتیم و یه خب خلاصه از ایشون بود، همینی که پروفایل فضا هوا داره کهکشان راه شیری. آقا این رفیقش ما رو کی کرد. منم رفتم بهش درخواست دادم داخل مولتی، گفتم بیا دوئل میخوام باد بدم، یعنی میخوام بچه دنش سرویس کنم. آقا بهش عدشو دادیم به رفیقاش هم دادم، گفتم بیام برن اسپکتم ببینن و خب خودش که قبول کرد، رفیقاش رو قبول نکرد. نمیدونم چرا رفیقاش حتی بچه از اون چیزم ما رو لفت دادن. بچه این قبول کرد، رفتیم داخل بازی همینطور که خودتون میبینید. ما رفتیم داخل بازی و بچه ببخشید اگه ویدیو کم لگ داشته باشه. بچه من تا جایی که تونستم لگ ویدیو رو گرفتم، ولی اگه لگی داشته من شرمندم واقعا، ببخشید. از ویدیو بعدی قول میدم که درستش کنم. آقا من روی ویدیو دارم صدا میذارم. چرا؟ چون که اونجا خب من نمیتونم فیلم برداری میکنم صدای خودم رو نمیتونم بذارم روش، خب برای خود چیز دیگه گوشیمه. اینجا من رفتم جلوش، نگاه کجا زدم اصلا. بچه دیدید کجا زدم؟ ویدیو رو استاپ کنید ببینید. اول اونجا زدم تو شورت ویدیو، قشنگ بهتون نشون دادم. حالا شورت ویدیو که میارم اینجا ناگه اولی میس، دومی هم میس، آقا سومی میس، چهارمی میس، پنجمی هم میس. دیگه پنجمی میس نمی‌کنم دیگه پسر. خوب من با پینگ خدا تا دارم اینطوری بازی میکنم. خب آقا بریم. یه دونه، دو تا، اینم 3 تا، 4 تا، 5 تا. وای ابرفس فرار. این تش بتونه از من کیل مفت بگیره. خب بریم. 1 2 تا 3 تا که زد دیگه. بچه خدایی خیلی عادیه یارو بزنه. بچه نها کنید اینجا میریم. یکی اوف اومد بک زد. چقدر خوب زد، چقدر عالی زد. نگاه وود چرا دارکیسکوپ نخورد؟ چرا دارکیسکوپ نمیخوره به حاجی؟ تیرم بهش what the fuck. بچه من دارم تو روی ویدیو صدا میذارم و خب اون هیجانی که تو ویدیو دارم و اینجا ندارم. خب و خب یکم اوضاع خیته دیگه. خب اینجا بریم دیگه چیز کنیم و اینا. بریم که نه رفتم. خب یه دونه جام شات نمیخوره، یه دونه بریم. بابا من هرچی فایر میزنم چرا دمج میده نیدم هم درست رفت. یه فایر ناناس. بچه این حالا میگی چرا میرم روی جنازه یارو؟ چون که میگم جنازه چرا بلشون، چون که خب تیرشو بردارم بچه. تیرش اون HP که داره HP مون پر میکنه. اینجا موروزت خیلی عادی میزنه و بچه آخرش یه کاری میکنه که هممون به بچه من نمیگم همه یت بالا بدن. من چرا بچه من 100% از دوستان بچه من حداقل 60%شون نه 50%شون بچه افغانن و خیلی بچه خفنی هن و خدا بازیشون هم خیلی خوبه، ولی مثلا نمیان فوش بدن. مثلا یارو میگه فوش ندید زشته و مثلا یه کاری میکنه بعد خود ایرانی ها بهش فوش میدن. مثلا این من نشون ندادم، حالا تا نیل ویدیو فهمیده باشید خب فوش داده دیگه. اونجا نتونستم براتون ویدیو بگیرم و یه نه حتما براتون ویدیو رو میگرفتم و فقط اومدم دوئل رو زدم. و اگر انا شاید بگید خب این دیگه کپی و نمیدونم، اینجا اومد مثلا فاز بگیره یه دوئل بروکنی بزنه، میگم دوئل یه موونت بروکنی بزنه که نتونست. اینجا یه دونه فکر کنم بهم زد منو اینجا بچه یادم نمیاد. اینجا فکر کنم منو زد.
آره منو زد اینجا. و خب بچه داخل کامنت ها برام بنویسید دوست دارید استریم بگیرم یا نه. اگه دوست دارید که بگید، اگه دوست ندارید خب نگید دیگه، مجبور که نیستید بگید. و بچه من یه چند تا بته پس خریدم و بچه این ویدیو قرعه کشی داره. آقا اگه چنل ما رو ساب داشته باشی، زنگوله‌شو زده باشی، این ویدیو رو لایک کنی، هم لایک هم نکردی فدا سرت، که ویدیو رو میبینی خودش پری از انرژیه برای ما، ولی باید بری چنل تلگرام ما رو جوین بدی و آیدی چنل تلگرام تو برای ما بذاری داخل همین کامنت ها. من برات قرعه کشی میکنم و خب یه اکانت به نسبت خوب میدم بهتون. ولی این اکانت ها چنج نمیشه، من که خودم نیستم روی اکانت ها، ولی خب مثلا کسای قدیمی سیفه دیگه بچه، اکانت ها همشون سیف بوده، قابل چنج نیستن. من که بریم مثلا کاستوم بزنی و اینا خیلی خوبه دیگه، ولی کسایی که تازه دارن میان داخل بازی واقعا خیلی خوبه اکانت ها. مثلا یه اکانت میدم مثلا 2 تا اسکین لجند داره، رایگان نه اونم برای گردونه، باید مثلا از خوش شانسی گرفت. یکی از مثلا خیلی بچه دارم اکانت و خب یه اکانتی دارم 19 تا میتیک داره، 11 تا فول آپگرید، ولی خب مثلا اون دیگه کرکه دیگه، من میدیمونم، ولی حالا کرکه یه نفر روشه ولی انگار 10 نفر روشه. نباید من این حرفا رو بزنم، ولی لایک کن و ساب کنم میگم، ولی نکردی هم واقعا به من خیلی لطف زیادی کردی، چون که من این همه دارم زحمت میکشم ویدیو میگیرم، شما اصلا لایک ساب نمیکن. آقا دیگه بریم سراغ دیگه این ویدیو رو ببینیم. یه جامشات نمیخوره، بریم از بکش در بیایم. کجا رفت؟ واسه میبینید چقدر صفحه‌مو برمیگردونم برای اینکه خب آقا بزنش دیگه. اول نگاه من با خط نتونست، آخر اومدم بیدونه زدم به کلش، هدش نخوردم، همجوری مثلا دارم آرومیه اینجا یه دونه خط گرفتم نیومد، گفتم دیگه از این ور دیگه میاد. نگاه زد، خیلی ورزه ورجه میکرد، ورجه ورجه چی میاد. خب اینجا بچه زدید فکر کنم آخرش بچه، اینجا رو باید خودتون با چشای خودتون ببینید و خب خیلی دیگه یه جامشات نمیخوره اصلا، اسکینشو چون دانلود نداشتم جامشات نمیخورد. اینجا هم بچه تمام کردم، میخواستم برم فینیششو بگیرم که تونستم و اینجا بد زد 13-11 بازی. و خب بچه یارو چند سالش بود؟ یارو فکر کنم حداقل 27 سالش بود، 27-8 سالش بود، داشت به خاک ایران توهین میکرد. خودش تو ایران بوده ها، داشت به خاک ایران توهین میکرد. یه 2 تا ایفایر ناناس زدم بچه، نمیدونم اتچمنتمو دادم به رفیقم، رفتم به کی داد، اتچمنت ما دیگه خراب شد، باید یه اتچمنت جدید در تونرام بچینم خودی. این هم دیگه زدم شدم 15 تا بچه. فقط اینجا رو نها کنید، بچه میخوام واقعا بهتون نشون بدم که این همه بچه. نگاه یارو وایساده، AFK من نمیخواستم بزنمش و لفت داد. بچه همیشه پرچم ایران بالاه، چه منی که مثلا 14-15 سالمه، چه اونی که 27 سالشه میره پرچم ایران رو میاره بالا. و خب دیگه مایکی هم نداد و دیگه رفت. و خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو با من بودی. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما آها یه کامنت بچه براتون میارم این بالا ببینید. و من خب به خاطر اون داشتمون دوباره این ویدیو رو گذاشتم و اینکه این ویدیو ساختگی بود اصلا بچه، این ویدیو اصلا قصدی نبود و عمدی بود. یکی اومد فوش داد و اینا، من بهش هرچی به درخواست میدادم نمیومد، به رفیقاشم که تو بازی بودن اصلا. خیلی دوست دارم. تا ویدیو بعدی همینجوری شده با انرژی خفن بمونی.